فقط یک شعار بیشتر نداریم و برگردیم روی آزادی و با هم یک پاچه و یک دست بایستیم و یک شعار بیشتر نداشته باشیم. این ما رو از سریع‌ترین راه رسیدن به مقصد آزادی است دوستان. اینو نگذارید جریاناتی بخوان شکاف بندازن. همه تاثیر صادقی‌ها بر فضای توییتری نباشید که هی این برابر پاچه میگیرن. حواستون باشه.